بالاخره بعد از مدت‌ها تیزر قسمت جدید سریال خواهران و برادران منتشر شد. در تیزر قسمت جدید می‌بینیم که عمر بعد از فهمیدن ماجرای مرگ سیوگی به سراغ آسیه رفته و از او عذرخواهی می‌کند. بعد از آن عمر آسیه را به خانه شوال برده و تمام اعترافات شوال را برای آسیه تعریف می‌کند. آسیه هم متوجه می‌شود که عمر شوال را در انباری حبس کرده است. خیلی زود احمد و یاسمین به خانه برگشته و با دیدن زندانی شدن شوال شوکه می‌شوند. عمر ماجرای زندانی شدن سیوگی را تعریف کرده و برای پدرش شرح می‌دهد که شوال باعث مرگ سیوگی شده است. یاسمین حرفای عمر را تایید کرده و همه ماجرا را برای پدرش مو به مو تعریف می‌کند. احمد با شنیدن صحبت‌های آنها شوکه شده و از شوال متنفر می‌شود. از آن طرف تولگا با کمک دوستانش زهرا را فراری داده و آنطور که نشان داده می شود با او عروسی می کند. برادر و داماد متوجه شده و با تولگا درگیر می شوند. در این بین دروگ و برگ به کمک تولگا رفته و دعوا و درگیری سختی بین آنها شکل می گیرد. در ادامه می بینیم که سوزان متوجه خیانت عاکف به خودش شده و رابطه او و نباهت آشکار می شود. سوزان سیلی محکمی به عاکف زده و او را از خانه بیرون می اندازد. و در پایان می‌بینیم که شوال که حسابی دستپاچه است با سرعت رانندگی کرده و تعادل ماشین را از دست می‌دهد و با یک موتوری تصادف می‌کند و تصادف وحشتناکی بین آنها اتفاق می‌افتد. موتور شبیه همانی است که احمد برای عمر خریده بود و به نظر می‌رسد که شوال با عمر تصادف کرده است. البته این احتمال نیز وجود دارد که سار پشت موتور باشد، اما تصادف بسیار شدید است و کسی که پشت موتور است به شدت آسیب می‌بیند و حتی احتمال مرگ او وجود دارد. هنوز معلوم نیست موتور سوار چه کسی است و آیا کشته می‌شود یا نه و باید منتظر ماند تا قسمت جدید به صورت کامل منتشر شود تا از همه اتفاقات و حوادث داستان به صورت دقیق و کامل مطلع شد.